من به همه شما یک سخن میگم، همت آگاه باشید برادرای عزیز. من هر یک سخنی که برای شما میگم وای سند دارد، وای دلیل دارد. من از پیش خود هیچ صحبت کردن نمیتوانم، زیرا این صحبت های مرا تمام جمهوری گوش میکنند و در هر یک فتوایی که من برای شما میدهم من در نزد خدا مسئولم، جوابگرم. شاید که من از شما دیده از خدا بیشتر ترسم، شاید. از این خاطر من آن چیزی که میگم فقط برای آبادی اسلام است، برای پیشرو اسلام است، برای بیدار کردن شما است. از این خاطر فقط و فقط مدد از الله پرسید خلاص. نه پیش مشکل کشا روید، نه پیش مزارها روید، نه پیش فلانی روید. هیچ کدام اینها، قدرت اینها هیچگاه به قدرت الله برابر شدن نمیتواند.